سلام آقای دکتر، شما خوبی؟ خوش اومدید. من اونم که زنگ زدم تلفن بعد گفتیم بیا. آره خیلی بچه حالش بده. بچه رو بردم پارک. بله. از وقتی وارد پارک شدیم خیلی بی‌حال و بیجون بود. درسته. بعد حالا اونجا آقای هاپوپو رو دیدیم. ایشون بله. گفتن که باید سیر بجوشونیم بدیم بهش. من دو سه تا سیر جوشوندم، هم خود سیر و هم آب سیر دادم بهش، خورده ولیش فرق نکرد. سیر که بده برای سگا کم خون. نه سیر مونده بده. نه هر سیری بده. سیر کم خونی میاره. آقای هاپوپو رو بهش گفته. آقای هاپوپو رو شما رها کنین. بچه‌ها منو سیر رو جمع کنین بهش ندین. آقای من هاپوپو رو همه تو پارک 30 ساله میشناسن. الان که بدتر شده من دارو می‌نویسم براش استفاده. الان میاد روی سرم میذارم. قرص تا تزریقی آمپول براش. نه دکتر اینه که نماش آتشخال یه مش چیزی. نه آتشخال چی کلی درمان داره رو اینا میچرخه. بابا شما هر جعبه دارویی که می‌خری داخلش یه دونه دستورالعمل داره که قسمتش مال چیزاشه، هر دارویی ساید افکت داره، نمیشه که استفاده نکنید. شما آقای دکتر ببین دارو چیز شیمیایی شما آوردید اینجا دیگه، بذار من یه دقیقه برام درمان براش استارت بزنم. من گفتم شاید مثلا کنار شیر و چیز دیگه هم بهش بدم. نه هیچی، اصلا هیچی بهش ندین. شیر که نه سیر همونم ندین بهش، شیرم الان بهش ندین. من الان دارو می‌نویسم، گوش کن برای فاینا بزنی. میدونی چی آقای دکتر اصلا ولش کن. چی شد؟ نه بعد از اول میمونه اینجا. شما ما احساس می‌کنم یه سری دارو دارین، می‌خواین فقط آقا این چه حرفی میزنی؟ بچه حالش آقا الکی شروعش نکنید. بچه حالش بده. آقا من کاریش نکردم. من رفتم بابا.